اگه من یه سرمایه محدودی داشتم، من چون درباره یه سری وام و تسهیلات می‌خوندم، مثلا تسهیلات واسه بازسازی، واسه مولینی کردن، برای حتی خرید تسهیلات داده بشه. من مثلا با دیجیتال نوماد توی اسپانیا یه سرمایه‌ای دارم، مثلا 500,000 تومان. یا میخوام ملکی بخرم یا میخوام بخرم و بازسازی بکنم، واسه این دولت به من تسهیلاتی میده. یا کنید تسهیلاتی که به شما میدن بر اساس درآمد شماست، در واقع بانک ها طبعا مالیاتی. بله دقیقاً بانک ها. یا کنید تسهیلات رو دولت نمیده، تمام بانک های اروپایی همه بانک های خصوصی هستن، حتی بانک مرکزی هم یه بانک خصوصیه. در واقع بانک دولتی ما در اروپا تقریبا ما نداریم، همه بانک ها خصوصی هستن. همه بانک ها هم دنبال سود خودشون هستن، همشون هم وام میدن، به شرط اینکه مطمئن باشن شما درآمدتون به شکلی که میتونید باز پرداخت کنید. مثلا در اسپانیا بیشترین وامی که مدت بیشترین زمان رو داره 30 سال است، به شرط اینکه شما زمانی که اقساطتون تموم میشه بیش از 60 سال نداشته باشید. کسی که 30 سالشه میتونه وام 30 ساله بگیره، کسی که 40 سالشه بیش از وام 20 ساله نمیتونه بگیره، کسی که 50 سالشه بیش از وام 10 ساله نمیتونه بگیره. من تازه فهمیدم این وامای بلند مدت قانونش چیه. بله، باید شما تا 60 سال که در واقع تقریبا شخصی بازنشسته میشه باید این وام تموم بشه، چون قطعا وقتی بازنشسته میشه حقوقش یه درصدی میاد پایینتر، بتونه پرداخت کنه. بر اساس فیش حقوقی شما میان در واقع حساب میکنن که شما چقدر میتونید تا 90% مبلغ خونه اگر حقوق شما اجازه بده بانک در واقع وام پرداخت میکنه. یعنی من الان تو چیزی که متوجه شدم تو دیجیتال نوماد من دارم میگم که من چیزی نزدیک به 3000 تا ماهانه درآمد دارم. بله. دولت هم میگه 24 بسترش مالیات، حالا کمتر یا بیشتر توی اون مدلایی که میچینیم. من مثلا میتونم توی ماه اول که شما نگاه کنید اگر 6 ماه 7 ماه بعدش بتونم درخواست وام بدم، میتونید درخواست وام بدید، از بیرون مشکلی نداره. حقوقی که دریافت میکنید افیش حقوقی وقتی داره و شما مالیاتش رو دارید پرداخت میکنید، یعنی اینکه این وام این حقوق در دسترسه. شما مثلا حقوق 3000 یورویی به فرض کنیم داشته باشید، 21% مالیاتش میشه حدود 600 یورو، 2400 یورو شما خالص دریافتتون. بله دقیقاً 2400 یورو رو شما 1/3 رو لحاظ میکنن شما میتونید وام بدید، یعنی ماهانه 800 یورو برای شما لحاظ میکنن وام میتونید بگیرید. 800 یورو یک سالش مثلا میشه حدود 10,000 یورو. اگر یک نفری باشه که 30 سالش باشه 10,000 یورو سالانه برای 30 سال 300,000 یورو این طرف میتونه به بانک برگردونه. حالا فرض کنید 50,000 یورو اگه سود در نظر بگیریم 250,000 یورو میتونه از بانک در واقع وام بگیره. میتونه بره یه ملک بالای 250,000 یورو بخره، اگه یه ملک مثلا حدود 300,000 یورویی بخره 250,000 تاشو بانک بهتون وام میده، 50,000 تاش هم که ابتدا در واقع پرداخت میکنه و این شخص میتونه ماهانه 800 یورو به مدت 30 سال پرداخت کنه. من چیزی که فهمیدم شرط همه اینا اینه که مالیات بدیم. قطعاً شما وقتی حقوق میگیری باید مالیات بدید. دادنش خوبه. اگر ندید اصلا شما رو حقوق شما رو به رسمیت نمیشناسن. کسانی که کار سیاه انجام میدن مالیاتی به تبع اون پرداخت نمیکنن، از امتیازات اون هم استفاده نمیتونن. در اسپانیا فیش حقوقی اصطلاحاً بهش میگن نومینا از خیلی چیزها امتیاز بالاتری داره. شما اگه نومینا داشته باشید در اسپانیا، فیش حقوقی داشته باشید، تقریباً کاری نیست نتونید انجام بدید. یعنی اون یک اعتباره برای شما. ما تو ایران یه چالش خیلی بزرگی داریم با دوستان که انتهای همه توافق‌ها این که خب که مالیاتش چجوری کمتر بشه، مثلا صفر بشه. تا این پروسه دیجیتال نوماد ما میگیم که اوکی میشه، راهی داره که کمتر بشه تخفیف بدن، ولی در نهایت مالیات دادن خوبه. شما اگه بخوای تو اسپانیا زندگی بکنی، هر استفاده‌ای بخوای از خدمات مالی انجام بدی تهش مالیات رو نگاه می‌کنن. البته تو ایران هم الان همینه ها. چون نگاه کنید شما وقتی مالیات میدید یعنی اینقدر درآمد داشتید که این مالیات رو دادید. وقتی شما مالیاتتون رو کم می‌کنید به معنای اینه که دقیقاً شما انقدر درآمد ندارید. وقتی میرید اداره مالیات میگید این مالیات رو کم کن، یعنی که من ندارم بدم رو و باید کم بشه. وقتی کم میشه یعنی شما درآمد کمتری دارید. وقتی درآمد کمتری دارید خب امتیازات کمتری میتونید استفاده کنید. بانک میگه خب شما وقتی رفتی گفتی من ندارم، پس 2400 یورو نداری شما به من پرداخت کنی. 2400 یورو حالا 1500 یورو داری، شما 500 یورو میتونی در واقع پرداخت کنی. تو ایران هم داره میره به این سمت که دیگه بر اساس مالیات و بر اساس صورت حساب ها بتونی وام تسهیلات بگیری.
اگه واسه شرکت بخوام برم وام بگیرم، من اولین چیزی که میگن صورت‌های مالیتون رو بیارید، بعد که مشخص بشه از مالیات بگید چقدر مالیات. حالا شما اگر مالیات کمتری داده باشید نسبت به درآمد، عملا نشون دادید که درآمد کمتری دارید، موقع در واقع گرفتن وام و تسهیلات در واقع تاثیرگذاره. در حالی که خب وام‌های مسکنی که وجود داره در اسپانیا دیگه بخوان دیگه در حق شما خیلی ظلم کنن و مالیه و درصد بالایی برای شما ببندن، همه زیر 6%. یعنی ما بالای 6% سود بانکی در واقع وام نداریم. و اگر درآمد خوبی داشته باشید، شهروند خوبی بوده باشید، همیشه اقساطتون رو به موقع داده باشید، کردیتاتون خوب باشه، حتی میتونه این درصد وام سود بانکی پایین بیاد. و اگر بانک مطمئن باشه که شما شخصی هستید که کردیتاتون رو همیشه به موقع پرداخت کردید در بانک، در واقع سود بانکی رو میتونه تا 1.5% پایین بیاره. یعنی بین 1.5% تا 6% مختلف در واقع متغیره. یعنی اگه من دارم فکر میکنم به عنوان یک مثلا سرپرست یک خانواده 2 نفره یا 3 نفره یه سرمایه‌ای هم توی ایران دارم که حالا مثلا این سرمایه هم احتمالاً یا واحد خونمه یا یه مغازه‌ایه یا مثلا ماشینیه، میخوام یه کشوری انتخاب بکنم که کلاً موو کنم توی اون کشور سرمایه‌گذاری کنم یا کار بکنم یا یه بیزینسی اصلا راه بکنم، شما همچنان میگید اسپانیا گزینه خوبی. اسپانیا گزینه خوبیه، چون میگم که این تسهیلات بالا رو داره. شما گفتم اگر حقوق خوبی داشته باشید دقیقاً میتونید برسید. و یه نکته دیگه، شما در ایران وقتی بخواید وام بگیرید شما میافتید دنبال بانک برای گرفتن وام، در حالی که در اسپانیا شما اگر کسی باشید که کردیتاتون همیشه به موقع پرداخت شده، خود بانک میفته دنبال شما برای دادن وام، چون اونها درآمدشون از راه همین وامه. اونها پولو میخوان چیکار کنن؟ پولو دارن میگیرن از مردم و دنبال اینن که کجا سرمایه گذاری مطمئن کنن که برگرده. کلاینت هایی که همیشه کردیتشون خوب بوده، پرداختاشون به موقع بوده، حتی پرداخت قبوز آب و برق و گاز، اینا همه تاثیر داره. اینا همه رو چک میکنن. اگه شخص کسیه که قبوز آب و برقش رو به موقع پرداخت میکنه یا اگه اقساطی داره همیشه اقساطش رو به موقع پرداخت میکنه، این از نظر بانک کسیه که قطعا در واقع قابل اطمینانه و به موقع اقساطش رو پرداخت میکنه. خودشون میان دنبال شما که الان مثلا برای خرید ملک نمیخوای وام بگیری، برای خرید ماشین نمیخوای وام بگیری، اصلا مسافرت میخوای بری، میخوای بابت مسافرت یه وامی به شما بدیم. یعنی خودشون اپلیکیشن بانک پیشنهاد میده که فلان وامو داریم، میری تو میگه که نه الان شما حاضر شرایط این وام نیست. نه خیلی راحت، بدون اینکه شما حتی نیاز باشه ضامن داشته باشید. یعنی ضامن شما خود شما هستید. شما هر مبلغی رو در واقع وام بگیرید نیازی نیست برید کسی رو بیارید برای ضمانت. اصلا چه چیزی وجود نداره. ضمانت شما خودتونید و فیش حقوقتون در واقع. و خوش حسابی. دقیقاً. چند سال اسپانیا زندگی می‌کنید؟ من نزدیک 26 سال اسپانیا هستم و میگم چقدر از سال توی اسپانیایید؟ من تقریبا نزدیک 8-9 ماه از سال در اسپانیا هستم. 3-4 ماه از سال، 5 ماه از سالم ایران هستم. اگه برگردیم 25-6 سال پیش شما دوباره اسپانیا رو انتخاب کنید؟ قطعا اسپانیا میرم. یعنی همچنان هم بین دبی و اسپانیا تو لیگ نهایی باز اسپانیا رو انتخاب کنم. من خیلی جاها شرایط زندگیم بود که برم. خب من سال 2012 برای دوره پستاک تازه من استخدام در واقع دانشگاه پلی‌تکنیک بارسلونا شده بودم. خب یه پیشنهاد ویژه از دانشگاه استنفورد امریکا داشتم برای دوره پستاک با حقوق حدود 5 برابر حقوقم در بارسلونا، ولی باز من بارسلونا رو ترجیح دادم. با یه لبخند رضایتی هم واقعا میگیرین؟ هیچ وقت پشیمون نشدم. چون این فقط درآمد نیست، من درآمد رو از جای دیگه هم میشه در آورد. مهم اینه که آدم کجا حالش خوب باشه. به کی توصیه نمی‌کنید اسپانیا بره؟ این چه تا الان توی اون به کسانی که دنبال پناهندگی هستن توصیه اسپانیا رو نمی‌کنم. توی اون زونی که تا الان باهاتون در ارتباط بودن توی این چند ساله واسه حالا همین کارهاشون، چه سرمایه‌گذاری چه اقامت، کیا معمولاً پروسهشون به شکست ختم میشه یا به رضایت مثل شما ختم نمیشه؟ نگاه کنید، کسانی که میان اسپانیا یا بایستی در واقع برای تحصیلات بیان، خب شرایط تحصیلی بسیار خوبی تو اسپانیا فراهمه، یا کسانی که در واقع میخوان کار کنن.
حالا کیا هستن؟ کسانی که میخوان برای کسان دیگه یا کمپانی‌های دیگه کار کنن، کسانی که حال خوندن زبان اسپانیایی رو داشته باشن. شما با زبان انگلیسی در اسپانیا امکان کار ندارید، مثلا به هیچ وجه نمیشه با زبان انگلیسی. تو شهر میشه. نه نیا کنید، شما وقتی به عنوان یه توریست دارید میاید و تو شهر دارید میچرخید، با انگلیسی کارتون راه میفته. یا وقتی میرید داخل یه مغازه دار چون میخواد جنسش رو به شما بفروشه تلاش میکنه با شما انگلیسی حرف بزنه. ولی وقتی شما میرید در یک جای کار کنید، کارفرما علاقه به اینکه شما فقط انگلیسی حرف بزنید نداره. مثل اینه که شما مثلا از اوگاندا یه نفر رو بیارید داخل ایران، بگید که این خیلی آدم مستعدی در کار شماست، ولی زبان فارسی نمیتونه، اوگاندایی میتونه صحبت کنه. بعد یه نفر دیگر رو بیارید بگه که این تواناییش 50% این آدمه که اوگانداییه ولی ایرانیه و میتونه فارسی حرف بزنه. شما که کارفرما هستید قطعا میگید من این ایرانیه رو برمیدارم به خاطر اینکه با این راحت من ارتباط میگیرم، تا اینکه من بخوام برم اوگاندایی یاد بگیرم با این آدم ارتباط بگیرم. البته میتونم اون 50% دیگه میفرستم اوگاندایی یاد بگیره، به این کمک کنه تو کارش. اونم میشه ولی معمولا این کارو نمیکنن چون اسپانیایی حال این کار رو ندارن. و مثل بقیه مثلا شما بخواید آلمان کسی بره قطعا باید آلمانی بلد باشه بتونه کار کنه. در ایتالیا باید ایتالیایی بلد باشه. در اسپانیا قطعا باید اگه کسی میخواد کار کنه اسپانیایی کار کنه. کسانی که اسپانیایی بلد باشن، من همینجا دارم میگم، کسی اگر اسپانیایی بلد بود و مسلط بود اومد گفت من نمیتونم کار پیدا کنم، من قطعا براش کار پیدا میکنم در اسپانیا. با اینکه خیلی ها میگن که در اسپانیا کار نیست، خیلی کمه، بیکاریه و فلان، من اینو قبول ندارم. به خاطر اینکه مردم ایران حال یاد گرفتن اسپانیایی ندارن که زبان اسپانیایی به نظر من از زبان انگلیسی و زبان آلمانی بسیار راحت تره و شیرین تره و بهتر راحت تره کلن. ولی خب به شرط اینکه میگم کسی که داره میاد اسپانیا زبان اسپانیایی رو دوست داشته باشه و بخواد یاد بگیره. اگر در سطح B2 کسی زبان اسپانیایی بلد بود و این ویدیو رو دید و گفت من بیکار هستم، من در اسپانیا قطعاً براش کار پیدا. نمیگم کسی اسپانیایی بلده تو اسپانیا کار پیدا نمیکنه، تقصیر خودش. قطعاً تقصیر خودش. با اسپانیایی با ما میتونید خداحافظی کنید؟ بله. چجوری میشه؟ ادیوس هاستا لوئگو. هاستا لوئگو یعنی چی؟ یعنی به امید دیدار و خدا نگهدار. منم همینطور. خدا نگهدار.